پروینه رحمانова دختر پنجم امام علی رحمان است. برعکس دیگر فرزندان رئیس جمهور زیاد شناخته نیست. در عکس‌های عائلوی دسترس به جامعه هم کم دیده می شود. او حالا شرکتی را نظارت می کند که به شرافت دستگیری دولت در 6 سال به پیشرفت بازار داروفروشی در تاجیکستان تبدیل شده است. صفت فرما را 2 می سال 2017 تأسیس دادند و مالک یگانه آن پروینه رحمانова بوده تمام سهمیه‌های شرکت در اختیارش است. معرفی صفت فرما سپتامبر سال 2017 صورت گرفت. تا آن زمان شرکت دختر پرزیدنت توانسته است با وزارت‌های تندرستی و شرکت‌های داروسازی بلاروس، هند و ایران چندین قرارداد امضا کند. تا زمان نشر این پژوهش، صفت فرما از سال 2017 برای تامین وزارت تندرستی و دیگر مؤسسه‌های طبی با حکومت با ارزش 5,500,000 دلار قرارداد امضا کرده است. این معلومات تنها از منابع باز است. از این سبب معلوم کردن ارزش همه قراردادهای شرکت پروینه رحمان آسان نیست. در وبسایت صفت فرما آمده است که شرکت در تاجیکستان 18 داروخانه دارد و 16 تای آن در دوشنبه است. سندهای گمرکی که رادیوی آزادی آنها را آموخت نشان می‌دهد که صفت فرما از سال 2018 با ارزش 3,200,000 دلار به تاجیکستان داروواری و وسایل طبی وارد کرده است. شرکت دختر امام علی رحمان در سطح‌های بالاترین هم دستگیری می شود. شهادت این گفته در خبرهای رسمی وبسایت رئیس جمهور است. مثلا سال 2019 امام علی رحمان هنگام سفر به فرانسه با تاجران فرانسوی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی صحبت کرد. در پایان ملاقات و در برابر شرکت‌های دیگر، صفت فرما با شرکت فرانسوی لابوراتور ایناتک قرارداد همکاری بست. چند ماه بعد در زمان پاندمی کووید 19 محض شرکت پروینه رحمان برای شفاخانه‌های حکومتی دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی و داروواری آورد. صفت صناعت که شرکتی تابع صفت فرما است، لباس‌های کاری از جمله لباس‌های طبی استحصال می‌کند. مدیر کلی آن حاکمشاه ایدیف است. در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون دوشنبه او صاحبکاران را به آفریدن جای‌های کاری در کشور دعوت کرد. من همچون صاحبکار فکر میکنم که باید که حس ملی همه صاحبکاران بیدار شود. خود حاکمشاه ایدیف را صاحبکاری مینامند که برای کنار زدن رقیبان زور و فشار را به کار میبرد. یک صاحبکاری که در صنعت استحصال لباسهای طبی مشغول است با شرط مخفی ماندن نامش گفت: من میخواستم در یک تندر شرکت کنم و خواستم از وی مشورت گیرم. وی گفت که این تندر ما از شرکت نکنید. بعد این من تصمیم گرفتم که در تندر شرکت نکنم. صاحب یک شرکت دیگر هم گفت که حاکمشاه ایدیف از او خواست در یک آزمون دولتی خرید لباسهای طبی شرکت نکند. به قبل هر دو صاحبکار، ایدیف در ملاقات‌های کاری در دوشنبه صفت صناعت را شرکت دختر پرزیدنت نام میبرد. صفت صناعت از ماه مارس سال 2019 با ارزش 142,500 دلار با حکومت قرارداد بسته است. آنگونه که گروه پژوهشی رادیو آزادی معلوم کرد، منافع صفت صناعت را اشرف گلوف، سفیر تاجیکستان در ترکیه و شوهر پروینه رحمانova حمایت می‌کند. او از جمله سال 2022 سفر هیئت صاحبکاران ترک به تاجیکستان را سازمان داد که در جریان آن شرکت دوندرلر با صفت صناعت یادداشت حسن تفاهم به امضا رسانید. بنا به فهرست شخصان حقوقی تاجیکستان، یکی از دختران پروینه رحمانova و اشرف گلوف به تجارت مادرش همراه شده است. رمزیه گلووا که سال 2018 دانشجوی سال اول بود، شرکت صفت طبابت را تأسیس داده است. بعداً شرکت نامش را به طبی تاجیک تبدیل داد و فعالیتش را زیر بال صفت فرما ادامه میداد که 4 شرکت تابع دارد. سال 2022 طبی تاجیک در آزمون خرید دولتی قرارداد 184,000 دلاری را به دست آورده است. شفاخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف و مرکز ضد اپیزودی تاجیکستان از جمله میزاجانش هستند.